جی ها گرما سید شعر چنادی دبوال کنن که استاد دینارزی اولی رنده شعر وان تو جوانی که مردم چای وانه گا مانا سرپدوی شیدا که جل متئی دریای دلا آچ نبید دا که جل متئی دریای دلا آچ نبید پتی بانور گلین تنگهین پرداچ نبید برجمه منگیه مردان گو بزین دیوانی برجمه برجم کنه ده فعل امره برجمه منگیه مردان گو بزین دیوانی دلجمه کار په اشتاپی تکو تاچ نبید ابرمی و ابدمی سسا و سما سچکانند مجتی منگه درور مجتی یعنی مدام منگه درور تایی وساچ نبید منگه زورمند عزتدار البته اگه گوشی که یعنی بون رهبندی معنی توشه منگه اما که چمن گهتره هم بیتکن که یک اسم مرکب گوشی زنده ماهور اگر لبه نهنگان درتک زنده ماهور اگر لبه نهنگان درتک پا بگه آمگی بندی که سترسراچ نبید که شام میدانی اصطلاحا که دام که درید آن سترسراچی کنن تما دو چند تر نزدیک آرد چناڈی کنن دانکه بوهیری آسا نسوچید تنگهین دل دانکه بوهیری آسا نسوچید تنگهین دل هیرو آرو پو گهین واهگ آماچ نبید دانکه پس همیام پیداگ نبید دودای پتی دودایا کدی بیرگرین بالاچ نبید نیدکشی که صحبت یر مکب رهگوزی سیری دولان صحبت یر مکب رهگوزی سیری دولان مرگ و سالونکیتی چاپ نبید ناچ نبید بوسکی بوسگو شیشاره سمارا شارین بوسکو یک گودی که قدیمان باز میمول کام بیتا یه گود سالونکانش گرداته گو اما شوکاری مردمان گریبان گرکت نکه گریبانی که لوٹی گودی بیتا کل بوله چند زمان خب بینصیب باته اگا گوتو سگار ماچ نبید واهگ انگران چو صدکگو پر کرتگ واهگ انگران چو صدکگو پر کرتگ که سایگ مرتبله که سید مرتبله شودگو ارداچ نبید ادا گوشی که سید واهگان آیه سود کا پر کتا واهگ انگران آیه واهگ انگری میتگن اما مثلا ادا گوشن که اخگر اما جل جلیم واهگ نیو کسی که مرتا آیه نشوده گو ارداچ نبید کپون کپارات و نبید تو پر ما کپون نکنه نه ارداچ مردگ کپون کپارات و بو همشان کشن پرداچ سالون که سیر چیزان کشن این دو اصطلاح وجه سیده یه غزل تو که جوانی کار کرد بازوش البته شان سر مردم بودید تفسیر کرد بحث کن باز دیمه رو این مار شما را وادنی دریگه که ما هم یه کلاس می بلکه ما یک همچی کلاسی بلنگ غزله بلوی چیه که او دا شاعران ما شرطرین غزلان بیان آنی سر بحث کنه تفسیر چونکه بلوی چی زمانی قدیم دولت ساده نه باید وانینه بوی تو دربره بوی بله آجا ما دیوان مردم آو که استاد شاگرد درست ماشاد کنی دادمان چی می وعده شد دیگه کم مصبر کنی دیگه بیان ها
پده کلاس بندات کنه بعد هرکن نیتیم پده ضبط بگیم و تو پیرنده بحر بزیری او حجت نکنه ما است کود کار او تو ول میکنه چون که کار همچی چیزی که همیشه نبید و خاص کارانی که سرکاری و دولتی کاران سران آن باید که اوتی کاران بسنباله مرچی داروانت چیز تا استاد روان داتم گروه واتساپیه چه مود بزیری تش و چمانی سر درس نه برش دروند شمار سه مشوی بله خب ما شمار دو کار دروند هم هستد که اشان ما شما باید جواب بدین پاسو بدین این من نزانم چه میگه شاگردان که تیارن که می جستانی پاسوان که ما جستگن که چمی می کتاب تو که هستن آیشان جواب بدن که وجه استاد ایران نجات ما عذرخواهی کنم باک چنل بشم پیام پرشما داد اگر تو جواب بده ممنون بود. چاره استاد بس یک چیزه تو چو درس تاگه بگه وحدی دم برد یا جند بیته یا کمو گوٹی تار کنه لوٹه آپی چیزی وره گوڑا دو سه مردم برزه هسته آم بگو چون تو دومان کمو دیوان گرم کنن تو پده تو دیمه برود کلاس هنچو کنه واجه ملتوار شوی واجهانی خب واجه 10 زمان گوست دیگه ما گشتر چه کنه من خیال وقت همش میگرگ بی واجه هم جستی کتگت که ما هرچی تران جستی کجا من نگیندا باک چنل استاد راستی نه مگه جالا یک فلشه وره نشانی هستی اما یه بجا اگه یکی هستی چو ظاهره اگه تو فالو نکوتا دیگه یه جگه ریکوست ما ریکوست تو که چک کنی یا وجه منی واسطه همه پیامو بدن تو ما پده پا استادی وانا سواله اول پرش بدن تو منش بده شرط نه چوش چون ما اپم سرگردان ما به تر این گرانگور شانی جوابن در مکی وقت می برو خب ما شروع کنه که اولی کار دروانت جواب دیگا که باری می فالوورا می براتان باری جواب داتگان دی جستان پسو که باز ساده این جستن که اولیگی جستشیه که سنگ و پارسنگ ما پارسی و تازیا چیه گوشن سنگ و پارسنگ ها ما پارسی و تازیا چیه گوشن اگر واجان جواب داتا که هما علم عروض گوشن سنگ و پارسنگ هم فارسی هم عربی ها خب دومی جست میشد که سنگ و پارسنگ کار چیند جواب اشند که شعر شیما شعر شاهی من شعر ترازو شعر وزنا سنگ و پارسنگا چکاسی تو ظاهر کن که یہ شعر استاد باگ وارد شد داره دکتر شیرانی تو هم دانه سلام یو دیوای بکن دیوانه تا استاد بیتی تروشات کنی استاد آت که تو مات کهو آبرات اچھا جوستنی گوشی اما شعری که تو سید شعری وانتگه اما شعر تو که یک گالی بیتا ماهور ای ماهور ده معنی چی انت بچه شام اصطلاح چی هن دیگه میدی اصطلاح هن دیگه ماهور که آگوشگن اما دام ماهور گوشگن منظوری بله و
هم چیر دامه ایشی و هدی که ماهگان مزن بند زوراک باشه سندن روان یا آج زنده تشویق تا زنده ماهور اگه لب نهنگان درتا لب هم لالوچ و رشوت و شانو چی نه وشی اگه زندگی ماهور را یه لب نهنگان درتا چیکتا ایشی په بگه همگی بندی که همگی بندی که ما با هم دیگه که تاب نداته و نرسته و مهر نکته ایشی ستر سراج نمی ستر سراج کنن گره چنگو پچنگو آماده کنن پدا مثلا دامی که دیرته پدا شورلان تو چنن تو آماده کنن منظور شیم که ای واجه ها سید هاشمی لغتان گشته سیدگنج تو که شما درگیرت کنید البته لحظه نیست ولی خب اکثر گشته هستن من ندانم استاد واجه وتی داروان دیمه بر واجه تی پاسو گپتا خب سنگ و پارسنگ گشته کما علم روز گوشند متاز زبان چه درست ساریا که یا سنگ و پارسنگ بارو گپ تک گشته که واجه خلیل ابن احمد عروزیت جوابی خلیل ابن احمد عروزی ما هجری کمری هفتمی صدی یا که یا مپارسی زبان سنگ و پارسنگ کتاب نوشته آی کتاب نام چیه محمد ابن شمس قیس رازی واجهی که آیه کتاب المعجم فی معایر الاشعار العجم البته کتاب هست من که رایرم دیمه منی ولی مارچه فرصت نی با رنده این چیزا سرم بحث می ایشی کتاب تب دروچ مروچی که گشن که واجه شمس قیسه یعنی من کتاب رفرنس بوک و باز جوانی کتابی ما باید هم وانتا چارتا و هم باز جوان نوشته و ساده زبان تو که نوشته یعنی باوجود که کتاب فنی و تکنیکی کتابی بله مشکل نه آدولا که ما فکر کتگت و کتاب نام وجه نام شمس قیس رازی کتاب نام هم الموجم فی معایر الاشعار الجم البته شانی عربیانی شانی فقط مزید اطلاعات ما گشن شوی اما جنرال نالج گیش کنه واسطه دیگه شی استاد یک پهلی لوٹا تو دو دانا تا کروان دا تا اما گروه یک ها 13 یک 16 یعنی دو نه 14 و 15 درمیان نیست نه هسته بله شان نرسته که تو آیا دیمشتن تو تو دو سر انده 13 روان دا تا یرنده 16 14 و 15 می تو که نیات که 14 و 15 ولا دیم بده بده شر شر آنتراک دن گردیم دشان خب گوش که دو استاد چما استادا که پارسی زبانا آیا سنگ و پارسنگ نوکر رهبردان سر کتاب نوشته که آنی ناما نوشته بکنید که ما داته گد واجه دکتر پرویز خانلریه سیروس شمیسایه دکتر وحیدیان کامیاره دکتر ابوالحسن نجفیه و لحظه دیگه استاد کشان دیگه باز ما که مشهور تر تا همشان تک ما یارته بعد گوشتی که مبلوچی زبانه کجا مواجه هم سنگ و پارسنگ باره کتاب نوشته ادا گوشتن که کتاب واجه مولانا روان بوده نوشته که البته من جنده ندیسته کتاب و واجه گوس بهار کتاب که دریاب من هسته و واجه دکتر عبدالغفور جاندیه کتاب بلوچی کافی روز کی همن هسته این hani kitabı kitabı anlar kitabı nereden başladı? Kaçan yöte bahse bana da bulaşıyor. Nasıl böyle? Ciğerler var çekin diyor. استاد مش متوار باست اروادی آت که پده ولا توار چه جاله پاچ بکنه پده درس بده خب ما دا بلوچی باره ما
چی گشتن که بچو بلوچی باره واجه دکتر عبدالغفور جان دیده کتاب آز ترجمه جوانی کتابی ولی خب ما چاره که می گشته و دراتی بلوچستان مردم ها چون فارسی نزانند آنها چه کتاب سو گفت نکنن و می هدفن چه میوتی کتاب یه جزوه که من تیار کنم ان شاء الله درآینده کتابی بی همیشه که ایشی بلوچی زبان تو که بی تا که بلوچ اما که شاعری کنه اما که شاعری بدونا کن یک کتاب چه بر بزرگن او یکی دومیش یاد که ماشیا چه نوکه رهبند زبان زانتی و لینگویستیک مطابق که چه دیگه استادان کتابا مچارته و تقریبا چمانی نوشتان کان باز سوب گفته بود خب وجه وجه گوسبهار کتاب دریاب هستن که ما چارت این واژه من نظر تو نوشته کرد منی که من 30 سال فارسی عروض درس دادم من سرکش نو مرحوم استاد سواد دشتیاری من واسه کتاب آورده کرد و تیجن دیم که را شرات کرد منی گفت که آیه هم شما وانت من سر در نیارته و واژه گوسبهار ما چندین جلسه و دیوان هم هور بیتگه آ زمانه که ما یه نمارد که ما کم از کم چه واجباتی جنده یه چیزان باره جز بکنیم که آیا گشته شما دریایی و تیابی اصطلاحا سوب گفته گو که شان باز همچین مردم ها که اصلا تیابشن رو دیده شاعری کنن ایشن که ما این واژه کتاب گوشه که سفارش کنه که حتما بوانندی دریابو تا که چیزی سر در برند البته میگه یک پرکتیکل چیزی تقریبا که ما لوتن یاد بدن که چطور وزن در یه جگ بی تو شرچ پم وزن سر تو که بی همشی خب که شون باره گشته و گشتر مردمانی دیدان مالا چه باره چه آخری جست میشید که ایشن که آگوشان تو که حتما لچه باید سنگ و پارسنگ ببی یعنی تنها می بلوچی زبان تو کنه یه دیگه زبان تو که بخاطر همشی که آیان شهر نو یا نوکین شاعری یا نوکین رهبندا بازی نمانید البته آیانی من نگه سوال نه شعر هرچ قالب و هرچ رنگی ببید شعره نی ایشیم که ما یه چیزانو باید بزانه چون که لحظی مردم ها دیتا مزنی شاعر هم میتونه توشه چون که کلاسیکال شاعری رهبندان دوستن نوکین رهبند شما دوست نبی چون که یه چیز من دوست نبی شیمانه نه که چیز شعر نه باید که دیگر آیه پسند کنه چاره وقت تقاضا زمان تقاضا برو چیز من نگلوچ مر خب یه بیت می اولی دروانت جستانی پسو دومی جسته پسو دنی گو مشو درسه و تی شروع کنه که پشمک بی خب تقدیم ده اگه واجانی که راه هسته کار دروانت دو کار دروانت لبز من هما اگزرسایز یا تمرین جا کارمرز کده کار دروانت چون دروانت ما درسه کار دروانت ما تمرین باید بی یه لبز منوتی جور کتگینی که همین کتاب نویسه و هده من شانو لحتی لبز باید جور کتگن گشتر که چه خب زاندکارو مشوی سوادارانی نوشتان که مسئول سوب گفته و لحتی باید هم پیم کته واجه نصیردون توصیه دیدان سنگ و پارسنگ باره چین آگوشید که باید که شعر سنگ و پارسنگ ببید و آیه چه علاوه هم شعر باید حیال و تحتال هم داشته ببید خب وشیک بارین لچه چه کجام زمانه گا لچه سنگ و پارسنگ بوده چما بندر قدیم و که شعر گوشک بوده و شعرش پیروسته لچه ها سنگ پارسنگ بوده حالا چه بلوچی بودن چه فارسی یا عربی فرق نکنشان خب لچه دو اولیگین و دو آخرگین کریان چیه گوشن گوشته که ما دو اولیگین هم گوشن که تلمل بند
و دو آهریگان کشن کهربابند واجانی ذهن بی دورگال چیه گوشند بچه دورگال ما گوه که همه شابهت جا همه یه لبز زورتا و شاید لحتی هم همه هر شهری تو که تمشه یه دورگالی ہے یعنی یه گال چه آدگه گالان جوانتر و شرطنی دل نندی مردم خب لچه و نظم هر کپیر چید بچه لچه گوشند که همه شعری که ای وزن کافیه و خیال مان ببید ای تو که خیال انگیز بی وصله فارسیانی که بله نظم تو که نه مثلا نظم یکی که گرامر باره یک کتاب یکی نوشته که خب تو شیر رمه تو که نصر تو که نوشته من کانشیا نظم تو که نویسم نظم فارسی زبان گشتی یک معنی تو که رو بگیم و بلوچیا گشتر نظم همه شعری که آزاد شاعری تو که بیای نظم گوشن این فرقی خب زبان و لچه سنگتی و همراهی چی کدی بونگیج بیتر یعنی بچار انسان چه وحدی که زبان جور بیتر کشن که زبان 1,000,000 سال بی که فهم بیتر بله رسم الخط یا سیاهگ نوکی 10,000 ساله که دنیا تو که آتکه و یعنی چیزایی که هستن تو خط ذریعه پمارستگه شانی عمر 10,000 سال چی گشتنه و گونه بندره چه زبان و لچه همیشه همراه بوده یعنی هیچ زبانی نی که دنیا تو که یه لچه میبی لچه بیته بلکه بازین چه بین شده گار بیته بیگار بیته خب ارسطو افلاطون دیدن که لچه بارشید که گوشتی که آن گوشند که لچه همه کلامند که انسان پر نیکین و راستین راه رهشونی بدن و آیه تو که سه چیز موجود بی که البته ما ذکر نکنم چون ما زیاد وارد آچیه نمیتونیم خب وحدت موضوع زمان مکان سه چیز باید شعر تو که ببی حالا لچه تو که هر چیز تو که گوشته و افلاطون و ارسطو هم الزام جده که آیا جوانان منحرف کتگن گو همین شعر و شاعری ها حالا که شعر شاعری آن گشته ما بچاره اما اخلاقی سرسوجی پابند چیزان سره خب یا همشیت که فارسی و تازی دانشوران لچه باره چیه گوشته آیا گوشته که آجا همین سه چیز شی بایده که وزن و پارسنگ سنگ و پارسنگ ببید رد و پیشرد داشته بید و یکی حیال و تحتال چه سر ریچ بید سه چیزان گوشته گندش خب رم و ردانک چیه گوشند رم و ردانک یا چیزی در حقیقت اما نصر که فارسی گوشنتی یا عربی گوشنتی در اصل که آشکال و کافی نیست و هنچو واجه اتاشاد گوشته چون که ردست یربی ماشیک شدن برای تو بچاک شعر هم ردست هم لچکاران جرکتین لبزن رم واجه سید هاشمی گید ردانک واجه اتاشاد گید الباری کلام چیه گوشند الباری کلام همه رم و ردانکی که گوشتین که آیه کافیه و وزن و سنگ و پارسنگ تو که یه چیزا نیستن جهل داده که گالان ردو پیش ردا میگیشینید گشتان که ده گفتار و گالان باز کن من مرتگ و مهره شدا تو واز کن ای گالند وجهتا شاده ایدا باز واز شان پیش ردن کن ایدا ردیم بزن ردیفی مکار مسک مگوش جوره حاسمی نگوشند چراغ شب کدگا روچه حاکمی نگوشند خب حاسمی حاکمی
یه بیتم پیشرد نگوشند بیت رد بزن کافیه. خب واجه یه جستانی پس سوت اگه شمار دیگه جستی هست تا یه بهرا من شوی حزمت آماده. جیو وحشت کنن اوکه کلاس مردمه وجه ای بارو که استاد درس داد اگر واجه امراتی بانکنگوار یا جستی است دسته چست بکن مکارن برزه ولاوتی جسته بکن تو پس سوی رسید اگر نه کلاس دیمه رود. درود دراه بات استاد جان محبت کن برات گوهران که نشتگن بگوش یه چیزانی که تو گوشگه کجا نویسک بودگن که هم بچارنتش و چمش هم هیل بکن هم شمی وانگ گونا هم هور بیاین که اثر بخشی گشتر بی ندارم منتوارم. سلامت به ندرا واجه دکتر شیرانی عزیز اشان واجه ایمه شوی کار دروانتان یکی دهمو پیج تو کن دهمو صفحه و اولی کار دروانت می چهارمی تاک دیم آید من تو واجه دریگتی تو شیه پیسر بگشتین که ما یه گشته گتن بلکه می عزیزان سرگردان ما بل پده هستن آن هر پمی جستی بی یه باره تا دک ما در ذاته ما واجهانی حزمت ها بانکونی هستیم. یک عزیز یاد که سام بله رهنورد اگر بله جستی وجه هستی سام وجه برات وجه دست برزه و البته اول من سابق وجه دست درس دوام بیرند شماورت برزه و در ایچ ندوشه در استاد ایدن نه وجه تو درس دیمه بر من شر واجه خب ما درس هنی واجه دروانت سین پیشره دورده قافیه مروچی مامشی باره گپ جنه که شی تقریبا یک من بحثی کافیه باره و مهمه خاص کار شاعرانی واسطه که آبزانه که آنی کافیه کجا پرشید آنی کافیه کجا راست و شره چون کافیه یک مهمی پیشرد یا کافیه یا مهمی بحثی همی کافیه و عروض تو که همی سنگ و پارسنگ تو که که اشی هم باز شاعران اهمیت دن و یکی که کافیه نزور بی آیه ایراز گرن شتی کافیه در نزوره ایشن که ما همی کوشش کنه که کافیه جوانی رهبندان پیش بکنه که کافیه چه پیما جوانند و کجا نزوره. خب کافیه بزن پیشرد لچه بندانی هما گردی گالند که آیان یک یا دو یا سه یا گشتر آب یک ببند. یہ قافیه اما تعریف مثلا بیانه بزن قافیه لچه بندانی هما گردی گالند که آیانی یک یا دو یا سه یا گشتر آب یک ببند. یہ تقدیم وجه 11 که می ما پیشین تقدیمان اگه ما نوکی تقدیمان رسه انشاءالله آن بار هنگاب کنیم. خب کتک گو درد و دوران سهل و ترانی کتک دیوانگ و مهرنگا دمانی ادامه پیشرد ترانی دمانی پیشردند آنی الف نون ای آب مدوی پیش ردی لبزان یک وڑایند آن پیشرد اصلی آبند و ای خب دمانی ای آب پیشرد گیشی آبان چی یکی بزا فارسی تو که و عربی تو که ایشی حرف وصل بشن. حالا من واجهانی که شاد لحظی می واجه دکتر شیرانی شان واجه فارسی زانه بچار فارسی تو که گوشن آقا تران و دمان کافیه ادا آن الف نون و ای ترانی ایشان گوشن حروف قافیه حروف اصلی قافیه
معمولا یک یا دو حرف یا چند حرف گشتنم و آخرین حرف قافیه هم گشنت روی که ما شما رسه ها. خب ادا ما را آن مشترک آبن که هم تران تو که هستند و هم دمان تو که هستند. استاد ادا پیری لوٹن 11 تاکبندی نیستین اتران نداتا 11 نیستی؟ نه ما را داده 12 پیج ما را داده بنی حالا. تو لما چند تا را داده من؟ ما چارگا بله نگین دیگه up to 8 دیگه نی پدانی 13 و 16 ما شانا تا 12 بنی حالا من دیم داده گم. بس شهر من نگین دیگه برای لگه هستم شهر من پرتگانه در اگر نیست نکتو پنی اخر من دیم شده مشکلی نه. اگر همی کار بکنه شهر آخه منی کارماران منی چون کمای انجام داری هم معلمی بله یه ساعت آیده نه شد داننا نی ما مجبورم که تنها وادی کار کنم حالا ما کوشش کنم که حتما شی ما پی دی اف کتب آدی هم داده بودم نزن راستشانه که شما فقط ده تا رسته نه آپ شان من هستین 8 هستین امارچیگی هم 13 و 16 آه. شما را 9 ده نیست. 9 دا نه گروه نیستند خب مشان دیم ده البته خاطرشی که متحرده هستن تو شما بود چارگاه گوش کنه گاه یک لحظه شما متوار بند نگرم شان چی کنه هنی دیم شدن که کم از کم شما بس شهر امی تاکا چه عکسی گیرو پدامو تو گروه روان دی آش پی تو دیگه گروه هی روان داتی تا پدا ما همین بولا گروهی واجه او پی گروهی رو ما شهر واجه همشه مسیحا که بلوچی شهر مدی راه بده بله بله همشه گروه جیو شهر دکتر ازی همشه شما چاره گه نمشه که استاد روان دیگه عکس شما تاکم پاچ کنه وانه گه یا نه هنچین تو باشه منی که را هم 13 و 16 من نگین دیگه نه پیسرگی ما گوستگی دروان که درس دیگه بیا ما روچی ماشکا هب تو اش دیگه تاک نیده همه سنگ و پارسنگ تو که توی واتساپ گروپ مشمه تو که هیری کتنه همه بلوچی سیاهک لچه گوشی نه همه تو که هیری جی کتنه جی او دما بودم که هنو یا آخری که من نیمگا هنو من گندگا همه 13 و 16 هن آپی سرگی منی میکرانی بله استاد بگوشیم که یک سیاهی رنگ استفاده بکن بهتره چون آب اس که بعضی جاگا همه نیلی استفاده کنه آبی آب اصطلاح جرانی کا همه اگه سیاهی نی بکن شرطر که عکس هم گرگ بی گندگ بیتن شوکی است را بهتر امنی خیالا نه بله من نگندگا آپی سرگی نامنی که رانی پیسرگی آپی استاد محمد پاره یه روان داده بلا اب تو هشت تن دیگه تاک منگین دیگه آب کجا دیم داده که همه سیاه لچه گوشی تو اما را گواستگی روچه امی گروه اما گواستگی درس که استاد درس اما روچی من ندیسته که تا حقیقت هم هر چاره که نگندگانش یه مروچی گنا هم 13 و 16 هم که هنچه تو گوشت یا کمی بعدشان نظم بده که به شرطی رو بی تکنیکلی مش می وقت و مش می دیم روی و هیل کنه پایده به داگشتر زانه نه آدگاه براتان جهلت جست که آن هسته یعنی آن گویبتا یعنی هنچی مفتان اشتگه بند خدای
لا اگه پایین کنی وجه ما آتا دواره بله اذا نت هانچو نزوره که ما هر چی کنه شان دیم نده اگه ما گفته غلطیه بس استاد نت ایره تو دا امروتی درس دیما برو پدا ضبط بگیر دیم رنده اگه نده نت شهر بی پدا شان ما یک نت رنده پدا که هشت اینگو دیم پدا شان پدا ما پی دی اف کنه دیم داشت واسه تو محبت کن استاد پاکش هنچه به ترتیب پیج بای پیج منظمش کن پاکش یا جاگاه کن هورش کن دیمش ده شرطره که درو بگیندنتش چون من خیال علم بازی کردم براتی هم که جهلان نشته آیان هم نیسته اه منتوارم پاکش بسیار ما یکسر شان کن چه حفظ کنم ردیفی پیج بای درست پیج مرتبش کن چه اول تا همین آخری 16 یا محبت کن یک جاگاهش کن یک جاگاهش دیم ده که آدگرن دستان برسی که بوانتش گشتر بهر بزورم منتوارم حتما وجه هنچوش کن انشالله که شان باند ما پوشگی جلسه انشالله شان کامل شده 16 صفحه که من چکتا و تا این پیشنهاد منش کو که شان ما گو مشکی یا مثلا سیاه کلمه چیزی نویسک با بهتره ما شان با ما آبی بزن چی نوشته گمی دقیقا هنچین مشکیه ببی البته شرطر وانه چی کلا که استرو کشم بنویسی اگه شرطر آیانه که اینکی یا شرطر بگیندنتش منتوارم ما بعد واجه اینه کیه بله خوب نی بچا شان به صورت یک کتابی شان قراره که مثلا ما گوشته که شی مثلا من لاتی گوته سهره حرفا نوشته لاتی گوته چیه که بخاطری که مثلا آ چیزا شهری سر گیشه نگم تا که شی کتاب رنگ چاپی بود به همین صورت چاپ ببین شی من میتی زحمت هم گشتر کنه حالا که ما اگه چوبی مثلا من دروچه فاکین جزء پات پاکیوس کنن و دیگه میدم راحت ترین بل ایشی من چوکتا که باند کتابی رنگی بی دیگه دیگه همین رنگ به همین شکل بی نی مواد چوکه بقول بازی انسان که دیگه از یک سنی که گوزی کو رنگی بی نه لاتی رنگو مردم شهر گیندی لاتی نگیندی خب استاد ما واد روگه شما درس دیما بره ما دیما برگن در صوتی موقع که روی حرف خب ها ادا که همه حرف گوشن که پیشرده لفظه هم آهرگین و اصلی ابد که اگه آیه بزرگونه گوڑا لفظ بیه بزان تو مانا بیته چوش که تران دمان اگه ما نون حرفا چه تران بزرگونه مانی ترا و نون بزرگونه چه دمان مانی دما نی ادا گوشن نون حرف رویه بزان قافیه آخریه یا پیشرده آخریه حرف اصلی که آیه چه رند هر حرفی به آیه گوشند حرف وصل که دیگه ما حرف وصل فارسی تو گوشن فلان 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 ما کارانی ما فقط چمدی مشخص کنه که نون مثلا فرض که تو گوشه گار و وار ما گوشه وجه حرف روی ره تو گوشه مثلا دان و جان ما گوشه حرف روی نونه تو گوشه مثلا دوت تو بوت ما گوشه حرف روی مثلا ته واجان سرکش ورند گوشه زانتکاری و سرپدی مردم هست که این چه مشکل هم نه این چیزا ولی خب چون که شاید لحتی واسطه اولی رنده یکم که مردم چون پدا مهی هم جزوه دیمنه کتاب دیمنه ما هم چی پشت گوشه گاین خب نی گوشی پاش کفت که ما بلوچه ماناش نیسته رد بزن ردیف هما گالند که چی پیشرد رند کایند و چی پیشردان رند همی گال سرجم و برجم بند در ورد آتمدا تجنو تیهار مشاهکار گیهی میرمنی سید شریف تنزو تیهار مشاهکار گیهی میرمنی سر مرایانی کتگ واهگا گهگیر منی میر و گهگیر پیشردند منی ادا ردند بزن ردیفه هنچوش که زانه میر و گهگیر پیشرد و منی ما هر دوی بندا رد بزن ردیفه رد چه یک لبز و گالیا کمتر بوده نکن یعنی ما باید بگوشیم که ردیف یا دستوری یک لبزی بی یا قاموسی اشان در اصطلاح زبان شناسی قاموس مثلا فرض کنیم گوشیم کارگاه گوشی که شیه لغت قاموسیه مثلا گوشه که آن در رما آن آیه یک دستوری مثلا لفظی یه اصطلاح دستوری و قاموسی
به ذهن توکات مشان توضیح دادم که شما بزانید. خب ما شعر تو که بری یک قافیه جاها یک پیشنهاد جاها دو پیشنهاد هم که البته این سگ کم ولی خب فارسی زبان تو که لات شاعران مثلا یک شاعری هست که یک کتابی گوشته که شیپا زو قافیه تنه جفت قافیه جفت پیشنهاد که شاعر یک پیشنهاد جاها دو پیشنهاد استعمال کن کارمرد کن. مولوی عبدالله رامبوشی گومن پری پناس کند صبره کشار آس جند بچا پناس گو آس شان پیشنهاد پدا کند گو جند این هم دو پیشنهاد یعنی یک که جاها دو یارتا و ایشیه گوشن یک صنایع ادبی که اینات فارسی گوشن تیا یعنی ادا شاعر لازم نه که دو بجای یک پیشنهاد دو پیشنهاد بیاری یک کافیه. آی دو آرتا ایشی پیش داری که آی شاعری تو که سک پخته تو توانمنده. و اولی پیشنهاد می ادا پناس و آسه دومی پیشنهاد می ادا کند و جند ادا دیمرد هم مار یا لفظی ها که یا حاجب که البته اشیا فارسی حشوشم گشته و عربی ها حشو جا همه پشتک ولیچی ما شما زورت کنه بجا البته با دیمرد کنه چوکر چه پیشرد پسرتر که رد یا ردیف قافیه رند که حاجب یا دیمرد پیش قافیه که حالا ایشی کاری نیده بلیچی البته در ورده ما یک شریعت چه واجه جیار مولایگه شعرا آروچ بباتند که منا جاه ببید چوک آشنا گتایی لوگا منا راه ببید بچا منا جاه ببید منا راه ببید منا ادا دیمرد بزن حاجبه دیمرد بزن حاجب جاه راه پیش ردند ببید ردن بزن ردیفه پس ادا منا حاجبه راهو جا همه قافیه بزن پیش ردن ببید رد بزن ردیفه. خب پیش رد رهبند و کانود هنو که رد و پیش رد و دیم ردن جاهی آرتند که سای لبزتند یعنی وتی پیش رد رهبندان و کانودان پیش رد رهبند و کانودان واجهان دو هن. یک پیش رد کانون اشمار یک یعنی پیش رد کانون شماره یک مثلا همه وادی پیش رد کانون شماره یک زانگی بید که پیش رد روی حرف گوشته که کافی آخری اصلی حرفی پیش رد آخری حرفی است یکی چیه دوی حرف ها میبید می کار ساده کته کشاب آ و کشاب او چوش که واجه آبد آسکانی گوشی تا شهری ها مدارتا چوی دیمنی متاسفانه کورمی امروز وپا نیستید میگم و اندوها دوا نیستید بچه ادا وپا دوا وپای آخری حرف آین دوای آخری حرف آین ایشی گوشند که پیشرد رهبند کانود پیشرد کانود اشماریک پیشرد کانود اشماریک بزن قانون شماره یک قافیه گوشند. خب یا که پیشرد آب گوشته که یا آب بی یا او بی البته پا او ما هر چی تارتا من درور داستانه که گل مواد یک شعری پیم که بیا منی کله رامگی آهو که ما فارسی لفظ آهو که بله چون خب آهو هم کشان لحظه جا نی ادا ما منوسی جنده یا گالی پیم که بیا منی کله رامگی آهو دوری یا تیگا من کنا هو هو مثلا. خب آهو و هو ایشان پیشرد اشمار یک و پیشرد آب هم ادا اوه خشاب او بزن مساوت او یعنی دوی مساوت آ و او ایشان با کانود پیشرد کانود اشمار یک و آدیگر با اشمار دو دیگه دو کانود بار گشتنی کافیه پیشرد کانود اشمار دو. خب بچه گوشته که آ و او همین دوی لفظ با که با اشمار یک آدیگر با اشمار دو. خب تو گوشه که
مثلا اذا واجه كتاك وفا دوا نی بگند آت و پایان دوایان ماگشه که آیا هم پیشرد لبزند بله حرف وصل مثلا همان که رند چه حرف روی کن اذا وفا تو که آ رویه دوا تو که آ رویه آهو تو که او رویه هو تو که آخری هو او رویه حرف روی بزن باشتن که اما آخری پیشرد آخری اصلی حرف خب یک کشابی پیشرد کانود اشمار دو چوشی یک کشابی گو یا یک یا چند جواناب بزن یک مساویتی گو یک یا چند سامتا که انگلیزی که واجانی که عمل کردنی شرط زنه واول کانسوننت واول ایشانو کن خب که هویر بند او پیشرد جور کنه بید که ما ایشی نویسه وی سی وی انگلیزی و سی انگلیزی وی یعنی واول سی یعنی کانسوننت ایشان خلاصه که اذا من شعر یارتا درور وجد گلخانه سیر شعر که دلبر ناز کنت نازانی برتگ هوش دل بازانی نازانی بازانی پیشرد کانود اشمار دو پیشرد آب آن به اضافه یاین اذا یه پیشرد گشه اب وصل حرفه که نازانی بازانی نازان بازان آن پیشرد حرفی از اصلی حرف نون رویه اذا یا حرف وصله خب پوترو بند دروه بند آ الف کدین گیاب مجگردان سستگان سیاهدان کرول کندین تیاب البته شعر مولا فاضله که ادامه یارته گیاب و تیاب پیشردند و پیشرد آبا هم آین تو ب در تیاب و در گیاب و تیاب تو که خب ادا قانون شماره دو هم ما یاد گرفت گرا تو که یه بحث یک فنی و علمی تکنیکی بحثی و گشته دیگه ما کم که چطور بی وقت مشوی نزدیک به اتمامه ما اگر دوستان سوالی هست فی الحال درس چمد ما چیه کنه و دیگه ما نیتایید ما شما 3-4 خب گوشتیم پیج که چون مهمی چیزی تا یکی اما پیشرد باره این گب کود حرف روی باره این گب کود و رد پیشرد باره این گب کود حرف روی باره این گب کود پدا جفت پیشرد گب جات پدا حاجب باره یا دیمرد باره گب بید پدا پیشرد رهبند و قانودانی که گوشتن دو قانود اشماریه قانود اشمار دو گب کتن ادا رسین حالا یه تاکه هم منیدلا درس بشی که دلگوش گوارکنی گپ ما پیشرد باره و ایشن دلگوش گپ کنی گوار ما پیشرد باره و ایشن که پیشرد آما چه روی آبان رند باید که یک پین ببند اگر چه روی پیشرد یک وڑا نبوتن گولا پرواه نیست حالا ایشی مانا چیه بچار ما شما گوشن که کتاب گو جواب گو سواب پیشرد بیتکن کافیه بیتکن چیا که به آب درستان تو که مشترکی ایشی بیت به حرف روی بله تو کتابانی کبابانی ثوابانی هم کافی کت کنه بله توکش کتابان و ثوابانی ای فهمنا اور رندگی حرف زمیری که شناسه که ما دستوری شما باید یک ببن خب پیشرد چیز ضروری رهبند تاید مشوی درس واجه شما واجهان بالا بیاره آنه که سوال کنن جستی هستند من در خدمتش هستم و اشاره کوشش کنه که پیجان هم زودتشان آماده کنه پس شما اشتر کنه منتظر استاد جان مبات
واجه یا عزیزم راتن کسی اگه جسته کلاس بارو یا ای علم بارو هسته دست چسب بکن ما کارنی برزه استاد پاسوی ده استاد عبدالحمید بس یک چیز اگر کسی مثلا امی گالا شعر شاعری باره من بله. توار پیدا کن شعر یا مثلا امی ردان که امیشن که تو گو مثلا سید ایرنگ کارمارس کوتا یا عطا شاده دیگه رنگی ایشان باره مثلا چیزی مثلا ایشان شهر نام نامه مثلا شهر سرپد مبی شعر باست کن شاعری جور بیت کن یا نه این ضرورت ہے یعنی علمی بعد ایشان بزند نه بچا بازی نه چوی شاعر اصلا بی سواد تو سوادش نمی تو وانه نویسه که نزاته ولی چون که شام شعر باز وانته گو چپ بدل یاد کوتا پشت کوتا حفظ کوتا یه قانونان شاعری خود به خود چند ذهن تو که نشتگن و لازم هم نه که طرف چیزان بزن اشان هنوک چون که علم عروض دیرن در کپتا دومی صدی و هست شاعری دنیا تو که یه راه رهبنده کسی که یه چیزان بزاد آی شعر ایرازان شرط درگبت کن منی منظور شیه که هم اوتی شعر اصلاح کت کن هم دیگران شعران هم اگر ردی بیان ردیان راست کت کن اگر دیگه جست شماره هم مشکوی از بطن پس سواجه شمایش کد بینی ها وجه تی پس واش کنه بی اشکو تن تو بینی گپ لازم نه کسی شان مثلا بزانت بعد شاعر بی نه ضرورت نه شان همه علم عروض و پسنگ و پارسنگ صاحب کا باره من که ما شان با بزانه تا که شاعری شرط سرکش برین و سر در بیاری امیر جان کسی اگه چه واجه برزا گلوٹی بیارش مکمو گروه سر پوٹا ما وجه درست نشکو وجه حزبت هست کسی اگه برزا ایگی گیم شو واجه جستی ہے یک آپ بیمه من تو وارو تی داستا چیز کنه بیای بچون واجهان شما تا جست مکنه بعضی چیزانی هستند که مردم به جسته هیچ بر همیشه ترند بید هر دیوانی تو کروه پرسشگر به جست بکنه تا که شما که خوب مگه جست بکنم بلکه من جست شر نبید این رامون نه پرونی یعنی ما نشته که جستان اصلاح کنه راستش کنه و انشالله که همیشه مردم کوشش کن که چیزی که متوجه نبی آیه جست بکن تا که سرکش با جی استاد اگه کسی یا گروه اور نه استاد می داروان تا مود دیم ده اور اگه کسی ادونا که مود اور ببی باک چنل میسج بکن اور ما یا اما گروپو اوار کنه منظور گروه واتساپی وجه جی ها وجه واتساپی گروپی هایی مرچی استاد محمد دوش درس نداتی که مرچی دیگری روان داتی پارسی مات نگوشش یا بلوچی رجانک بکنید شما چوی دوشی که مشک جاگا ها وجه چیزا هستم چک ما ایدا ملک تو کنه که فارسی زبان رسمیه و ایشی همه بوج بیشتر سوارن دیگه ما مترکنت نکنیم همین ما کوشش کنیم که ما چه فارسی علمی رهبندان سو بگیریم هر زبانی تنها فارسی نه استاد واجه جوست کسانه
تا ما وعد تمام الاس ببی تو اگر که دست بره شاعری واشه هستی یا دیگه واشه چیزی نوشته ای تو بانی گوره رنده کلاس آثر کنی تو هرچی جان سلامت مواد باشه. اگر ما منتور سلامت به چا ما همیشه باید کوشش بکنه که یک جلسه و دیوانی که ننده، البته همچین دیوان هست که مردم بلکه لازمه بی تبرکن، ولی همچین دیوان ها که لازم بی که مردم باید دو گپ بجن. اگر مردمش مجبور کو کل گوشی واجه شما هر کس که دیوان نوشته یک شعری خبری گپی بکن. گوڑا من ده یک شعر سید هاشمی وانا که ناگوری شعر نامه که یہ شعر واجه گل احمد دامنی یا شاه زمانگا واجگوٹی جتا و شنگ بیتا چه ریڈو زاهدانا چه ریڈو افغانستانا ریڈو دهلی یا بلوچ پروگرام ناگوری پرمن پدا اشکا سگاری درنزتک ناگوری پرمن پدا اشکا سگاری درنزتک هون دوبر تیروارتگین تپانچ نودی شنزتک هون دوبر تیروارتگین تپانچ نودی شنزتک گم وتی گرانی گمان بیاری تو سربارم بکن گم وتی گرانی گمان بیاری تو سربارم بکن سر نبیتن حال کسیا که پشتون درنزتک زرد و شیدایت انگد پهانولا اومانکن زرد و شیدایت انگد پهانولا اومانکن گوهر داچیا انچو په هران دنزتک گوهر داچیا انچوش په هران دنزتک گاربان توپانبان بیگوهبان بلی سید گاربان توپانبان بیگوهبان بلی سید یه شگانا جت مکن کسی که پشتا کنزتک. یه وجه شعر چه برتکگین بیر صداشمی کتاب تقدیم 42 و یه شعر هم وجه دوشنبه 29 جون 1953 کلاکوٹ کراچی یا پر بسته. خب تپان دل پدا گلزارند دردان واده و اقرارند بزک کمپی واحقدار امروز گمان چه بارند زنده انگران پل لیتک راستی واحق رهدارند من چه تو یکی مهانل دل انگد پتو واحقدارند جار کپتک گله بازارا تپیگین دلی کیگارند لوتان وشیا تی بلی دنیا سرجما آزارند بیتی گندگا در نیتند ارواحو تی چمدارند توجیلی نگندان جوانی جهدم بیرگا لاچارند گنابا مگر ماهینا شیدان سیاد بیسارند. برتکگین بیر تقدیم 21-22. خب باز باش استاد باز باش سلامت استاد باشه. اگه آخری گپ هستی بکنی یا پدا انشالله ما کردوکا آثر خب آخری کنیم گپ چیه که واجه ها همکاری بکنند و دیوان بر بزورند خاص کار یه حالا ایشی چه ما یا کم که می نزورین پیدا کم می که ما باید یه بوتی تر درسانا کار دروانتانا شان باید پیسر آماده کنن بدن و دیم بدن. متاسفانه می وحد هنچی وحدی بی که گو داخلی امتحانه ایده می شروع بیتگم که من مثلا چیزی شاگرد و هست و لحتی اگزام پیپر رو هست ورک امتحانی شد تحصیل کنی لیتا نی البته من کار چون که ما پیسر انجام داده دیگه زیاد می وقت نگیری بله خب پدشان چاره گلویتن شان سر پدا یکم که با یک نگاه تنقیدی باید مردم بچاری یه دیگران اگر نظری خبری هستن تش واجهانا بگشند بگه واجه بچا مردم اما فارسی یک شعری گوشی که مستمع صاحب سخن را بر سر زاغ آورد جز کن وکان که پرسشگر جز کن وکان مردم شرط درس هم
واد یادگی دیگران یادداشت کن. شی مثلا یک موفقیتی ما سالی که مثلا من 40 سال چه برزین من تدریس کنم درس دیگم و 40 سال دیواتی عمری من شوی باز به نتوارم شما هم وقت کاشیت ننده گوش داری گپا و شی می دلبردی سببی که ما گشته تلاش بکنیم تا که شرطترین و جوانترین چیزی ان یک کتاب که در بیه تو چاپ ببید حالا ما وقتی چاپ کتنه کنه ماشه بلکه کسی براتی عزیزی ما رو کمک کد ما تونه کتاب چاپ بکنه و اگر دوستانی که ما رو کمک کنه هم ما منتوار می البته فی الحال ما دستش کنه هیچ کسی برا و اما بعدی که وقتی برسی تو ما بگنده می چمی زوره گیش بی گرا چون که می ملک تو که گرانی هنچو به حساب کتاب دیمه رو بگن کسی چکتونه یا بندی کاغذ که 5-6 هزار تومن بیتن یاد که 70-80 هزار تومن دسته بده نی خودکاری که واجه عظیم جان زن شیرانی دکتر که یه ده حال طوره نی ایشه که چاپ کنه واقعا مشکل بیتنی tak بل پدا هم شاعران نویسندگان بیچارگان کوشش کنگان که کتابان گوانتی کند لاگر ترش کند تا چاپ ببن من تو واسه شوی شب شوی واش بود باز منتواره وجه منطق می به استاد جان انشالله شما تیار و شما طبیعت وش ببیتون و کارباران شهری سرا حتما درستیم رات گوهاران بهر زوره بل همه دا بک شما ود گوشت حقیقت چیه که بخاطر هیل کنگا پیسرای مطلبان که بلی همه گروه تو که براتان چه همه اولی سنتنس یا جمله یا هنچی چاران روان بکنه هیل بکنه هنچی که شما گوشگی تو وانگی و درس دیگی بسکن تو دیما برام منتواره امیدوارم تا جلسه بعد همه شی هماهنگی ببی که یکم که گشتر براتان بتونن بهره بزورن یکی هم علتان بهره نزوره همشی حقیقتا چون شام دیما هیچ نه که بگندن یاد بگیرن یه دستور العمل و قواعد و همین خاطر ساکتن لحظه فهمن نزانه میداوا دیگه نتونن بهره بزورن چون ادابه کا بود حالا امیدوارم شما یانا شهری سرا عکسو که دابی بگیرید دست تکان موا که ربد و خط نویسک شهری سرا گندک ببنه خطانا بله کلو که دست تکان بوا موقع عکس گرگا کم که آب بلر بن به اصطلاح یکم که روشن نبن واضح نبن نو محبت میکنی ها واضح ببن تو بیاین تو برسن تو تا دیگه درس منتوار ایدم جلسه تمام بود که شورای همکاری بلوچستانی جلسه اتاق پچیم بودم واج کار مارهای دعوت کنن ما بداری یه می بلوچی زبان تمامی رنده قائم براتون گوهرام منتوار ندارم خواهش کنم سلامت واجه هم کسی که ببخش واجه واتساپی گروه ها عضو کنه زحمتی کشید شماره واجه احمدی واسه راه بده شماره یه گروه تو که عضو بکن منتظرم و تا دوستانی که هم چی عضو نه آن هم بگوشه یه کار حتما بکنه که چه گروه حتما عضو بده چه یا شما اثر بند شرط بگیرید یا لحظه امیر استاد محمد جالا مچارم بانداتی شب کلاس استاد کارم برزو همی جست کنی بانداتی کلاس برجم داره بیت یا نه استاد محمد اگر یک تمانچی واسه انچو تو من یک دو شماره داتی که واتساپ اضافه بکنم به نام ننوشته که من استاد سفارش کتا منی طریق گوشته هر کسی که لوٹا که نه واتساپ نامه گروه جست کنه و رهبند او نامه و فامیل ما بزانه و به اضافه آقای ایران نژادی اطلاعات در مورد چاپ کتاب 100% ماطرای بلوچانی که در آن طرح کمک کنه کتاب چاپ ها و استاد پاره میکروفون تایگه من بچه یک جاور یک مواد هم نزانم من هم هنوات که من چو من نزانم چی بیده بانده نگور شهر نه ما همشه متاسفانه منی این دست بندی بیتا ما هنوات کن گروه احمدی رنده مشوره تکنه واشه دیگه شو اگر بود که من کایم اگر نه گوره واجه من هم سیدیک بر چیزی کشاد که برده سلام علیکم نه واجه ما هنچو گوش دارون کشمی استفاده کنی بعد باز باشه انشاءالله منتظر من واجه دعوت تکم که بلکه اولا بحث اگر که علمی که استاد شو استاد دوست جسته چه کو ما بخاطرشی واجه من صدیق کو بزرگ واد بزرگوار شما ما هم ده شما دعوت کنم یاتش به دیوان بیادی نتور وجه من جان فعزت نشته خداحافظ. واد لاس بیت دادمان شو تو استاد جندم شو چه که دامگ نت میں ملک نزوری
ایگه کلاس سرجم ضبط ویتر براتی چاول بحر نظر تا پدا آیا همه کلاب تو که من برز کردو که بلوچی سیاگه راست نویسی تو که هستی گوڑا پدا واحد بدن تو رنده پدا چمارکی کند کل استاد محمد زندگ باته گندگ باته واشی الله گنجی رحمتانی باوٹت شکر